خیر صدقه ما نبستیم. خیر صدقه از روی انامو گفته با مقصد 10 تا گاو کشیم دروازه رو میمونیم بیا کی قبول هستمون ها بابای دوملا همین خیلی میکنن صدقه و خیرات همین خیلی است نه هر یک فردی مؤمن و مسلمان کاری ثواب میکند خیر میکند صدقه میکند در زندگیش کنند در زندگی با دست خودش از زحمت حلال اون که زیادت واسه میکند همینطور است همینطور شریعت همین میگه اما چیکار میکنیم بعد وفات بعد میرویم فریاد میکنیم 6 سال رنگی دین راجع بعد میکشیم و دعا کن اول شکم سر که بعد دعا کن این خیلی نیست آیاتی کلامی ربانی را 5 وقت نماز میخونی 5 وقت یک آیت خوان در حق پدر و مادرت باش انا اون ثواب میره یا نه همینطور است درست اون مردم فهمونید دیگر که مردم من حاضر وقتی کشت و کار شده است گرمی آمده است پای کنیم یک دیگر را دستگیری کنیم کمک رسانیم های باریکلا کنیم نخندیم مذاق نکنیم میتوانیم کمک کرده مانده کار اگر نمیتوانیم کوشش کنیم که با این یا آن همسایه که شخصهای دیگر زیان نرسه من همین هدف آمادگی منم همین دایر به همسایه ها دایر به گفتگو هست دولت هست حکومت بعضا رسانه ها در چی وای میکنن باور نکنیم ما دولت است حکومت است کار کرده ایستاد از اون جانبم کاری سهل و آسان نیست بله متخصص در کار در اینجا دلیل ها در کار با احساسات هیچی وای نمیشه هیچ حل میکنیم کار میکنیم تنها با رای گفت و شنید تنها با رای آسایشته یک مقاله خوبی تاجیکی همه است هم میدونه شما نه از همه میدونه تا خیش دور میاد همسایه نزدیک وای میکنی یک عمر خیش تبار رو دیگر شدین چیکار وای میکنی ما یک بار دیدیم همین تیری لعنتی چشم داره کی زیان میبیند پیش از همه کودکا آدمان بیگناه آدمان بیگناه با این راه حل نمیشد چقدر با صبر و تحمل باشید حکومت دولت کار کرده ایستاده است با صبر و تحمل باشه ما با راه آسایشته حل فصل میکنیم رو افتادن نشویتان با احساسات هم دادن نشویتان همسایگی نیک داشته باشین کار و زندگی و فعالیت کنین ترس هراس نداشته باشین حکومت ها هست دولت ها هست کار و فعالیت کمیسی های دائم و عمل کننده است در همین مرز کار و فعالیت کرده ایستادن دائمی سلامت باشید رحمت جناب بلنس سلامت باشید خب دوستان عزیز یگان درخواست دیگر است ما آمدیم نقشه چهاربینی میکنیم حاضر آنچه سپارشی که من دادم تحت نظارت ما است رئیس ولایت جماعت 4 کوه وارروخ شوخ شهرک شوراب و من شهر اسفره در مد من حاضر دیروز امروز سپارش دادم با من نظارت دائمی میکنم حتی هوا برف شدگی را 10 بار زنگ میزنم رئیس چی گپ شد اسفره در برف بارید یا نه رئیس حرارت چند است هوا برف در اسفره نبارید خاکی نیک بگه با خرسند میشم شب خواب میبره نباشه نه من میدانم که ریسک روزی اکثریت مردم زردالو است میوه است همین است اینا اگر با 100 میلیون درآمد میگیریدون خب چی گفتنی است مرحمت در سر ما شکر چون خورشید تابان پیشوا افتخار و شهرت و ناموس سامان
پیشوا در سری ملت بود تا سایه مهر شما غمزدای پیر و غمخوار جوانان پیشوا. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان. من بیژن رسولزاده دانشجوی سال چهارم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا هستم. نظری نیک، توجه خاصه، لطف و مهربانی و تشبث نجیب شما بود که ما 12 نفر جوانان شهر و دیهات اسفره محض با هدایت و سپارش شما جناب عالی و سرپرستی آسایشگاه زمرد در دانشگاه طبی تحصیل نموده ایستاده ایم. ما جوانان دوران صاحب استقلال شکرانه از آن میکنیم که شما جناب عالی در سر ملت و دولت و ما جوانان هستید. جواباً به غمخواری های پدرانه شما ما سعی و کوشش خیش را به دانش آموزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آموختن زبانهای خارجی، آبادی سرزمین اجدادی، حمایه وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری و سازندگی روانه می سازیم. محترم پیشوای معظم ملت، ما جوانان همچون متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر و داننده و استفاده برنده تکنولوژی نو به وطن عزیز و خلق شرفمند ما خدمت می نماییم. برای ما جوانان و شهروندان مملکت شما پیشوای معظم ملت همچون ایدئال سیاسی هستید. مکتب دولتداری شما را سرمشق کار و فعالیت روزمره‌مان قرار می‌دهیم. ما جوانان دوران استقلال همیشه پیرو سیاست سازنده شما هستیم، بودیم و باقی خواهیم ماند. بار دیگر قدوم مبارک شما را جناب عالی بوارخ سبز و تر، وطن میوه های شهدبار، مکان مردان هنرمند و قهرمانان عرصه مهنت که این دم دیده ها را با انوار جمال خود روشن نموده، با شکوفه های نهال صحبت و التفات خود گلشن گردانیدید، خوش آمدید میگویم. برای توجهتان سپاسگزارم. ناز خون موفقیت، ناز سلامت باشه، موفقیت. توجهتان سپاسگزارم. السلام علیکم پیشوای معظم ملت، من تمجید ارگشبای و عضو شورای زنان دیهاتی وارخ می باشم. قدم مبارک شما را به این دیاری زیبا منظر از نام زنان و مادران شهر اسفره از جمله دیهاتی وارخ خوش آمدید، نوری دیده تاج سر می گویم. رحمت. زنان و بانوان تاجیکستان صاحب استقلال از آن افتخارمند هستند که در سیاست دوربینانه و آینده ساز شما به مقام و جایگاه زنان و دختران توجه خاص ظاهر کرده می شود. از جمله در شهر و دیهات اسفره با دستگیری و غمخواری پیوسته شما انشاءات گوناگون استحصالی بنیاد گردیده و فعالیت پرثمر زنان و بانوان، تأسیس جایهای کاری برای زنان خانشین و رشد هنرهای قدیمی ملی مساعدت نمودند. به شرافت قدم مبارک شما امروز در دهه وارخ مرکز خدمت رسانی نوروز، سیخ قنادی، کارگاه دوزندگی با 30 جای کاری برای زنان و دختران خانشین و تالار عقد نکاح مورد استفاده قرار گرفتند. محض در نتیجه سیاست دوراندیشانه و خردمندانه شما ساحه های اجتماعی در اسفره خیلی رشد کرد. امروز در محله سنگتوده بینای تعلیمی زمانوی برای 1000 خواننده مورد استفاده قرار گرفت. گفتن جایز است که طالب علمان این موضع سالیان زیاد مسافه از 2 تا 10 کیلومتر را پیاده طی نموده
برای تحصیل و دیگر مکتب‌های دیهه می رفتند. برای چنین غمخواری پدرانه از نام کل ساکنان شهر اسفره به شما صدقاً عرض سپاس می نماییم. سلامت باش. به بخت مردمی سعادتمند کشور همیشه صحت و سلامت باشید. پیشوا چون فصل گلها تازه رنگ خوش آمدید. بر مکان پاک سیفی اسفرنگ خوش آمدید. خاک پاتان توتیا در دیده اهل نظر، پاسداری ملت و ناموس و ننگ خوش آمدید. یک جواب تشکر. شما اعضای شورا چیکار هستین؟ اختصاصتون چی است؟ من آموزگار صنف‌های ابتدایی. این مکتبی نو وای میکردین نه؟ نه، من مکتبی تحصیلات میانی عمومی نامری 53 در مرکز وارو. در اصل بسیار 2 کیلومتر 10 کیلومتر خیلی سالایی بود ما 3 کیلومتر می رفتیم مکتب، لیکن به این درجه تا 10 کیلومتر در از رفته آمده این کودک کارش میشه دیگه. رو درسی چی صفت اگر 10 تا اکادمیک معلومات وای کند معینه قبیده نمیتونه. حاضر در پیش خانه لیکن صفتی تعلیم و تربیه را خوبتر و بهتر کننده کن. بچه ها ذوقشون بسیار بلند. من 2 سیسی در آمده بسیار ذوقشون بسیار خواندن در بلند. چندین نفرشون در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده ایستادن از دیواد. بسیار فنهای دقیق در ذوقشون بلند. همه خیلی باید باشه. از ما آموزگاران بسیار چی وابستگی کلان دارد. البته جناب عالی. آموزگاران هم سطحی صفتی کسبیتشون باید باز آموزی کنند، با زمانه مطابق باشند، شرایطی امروزقتی باید باشند. بانوا ما کوات هم داده ایستادیم دیگر سیاستی راهبری دولت میدونه. را 4 سالی پنجم است بفکرم رئیس جماعت. من مردمی جماعتی باروخته یک جان میلاداری میکنم که من یک بانو بگم که و شما راهبر انتخاب کردین مردانوار گفته جوان مردانه خدمت کرده صادقانه. بعضا کار فرمان میدونم معلومه بعضا از یک خیل جوان مردایی که در دیگر شهر نویو میکنن کاراش خوبتر و بهتر است.